خاندان کار کنین همه با روزه باشد. حتی رسول اکرم میگوید من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض. اگر کدام انسانی که یک روز همین ماه مبارک رمضان قصداً میخورد، اگر تمام سال تا آخر حیات چه روزه بدارد، ثواب این یک روزه را دریافت نمیکند. اگرچه کفارت یک روزی به قصد خوردن 61 روزم که باشد، شما اگر تا آخر حیاتتان 20 سالم که باقی باشد روزه بدارین، اگرچه از گردن شما ساقط می شود، لکن ثواب یک روزه را شما دریافت نمیکنید. این دیگر از ثوابش. دویم حضرت دعایی که کردن در نزد کدام آدمی که نام من ذکر کرده شود و بر من صلوات نفرستد هلاک شود. سلام علیکم رحمت الله و برکاته. همه کسی نغزه سوزین. اینا ما از سرحد قزاقستان گشتیم. اینا بچه‌ها چخیر رفت آمدگی خودشون ای آواز خودشون بشنوین. اینا سلام علیکم بچه‌ها. اینا شکر خدای نرفتیم اومدیم. اینا از داکمنت هم یه ماشین قطعی رفته اومدگی. همین ماشین خودش میگذرونه با خودش عبرت نمیگیرن میبیاین. این تلفنو پراویر کنه میکنن یا گم چه پراویر کنه میکنن. تنج رفتیم اومدیم. راه دا دو جوده من کردن داشت داکمنتوشو ندیدم. ما ماچه خودم معامله کردم. محمود به داکمنت بدیا؟ شام قبض داکمنت واشه نکرده بودم. اینا همین کرد رفتم اومدم без проблема هم یه ماشین قطعی داکمنت اینا میگراسیون که پیچت هم ماشین آورد. سلام دوستو، بسیاری شما از پروستاتیت تقسیم میکشیده. مرحمت برادرها به شما توصیه میتونم پلناتسین کورس لیشینی برای پروستاتیت ان که هم مردونگی با خود میکنه، همچنین ژلانی هم خوبگی خوب میکنه، هم برای گرده معده قد رودها به حد افکتیو نه. تریلیبوسماسین دو دونه روغن خیلبا، یک تا قیصل هندی، دو پاچکا فیتوسویچا. غیر از این شرکت شفافارما برای شما هیجامای بپول را پیشنهاد می‌نماید. کسانی که در شهر مسکو قرار دارد هم رفته هیجامه کنند، هم داروهای خود را دسترس نماید. مرحمت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. در حدیث آمد که مؤمن در دعا، در حدیث آمد که مؤمن در دعا چون امان خواهد ز دوزخ از خدا، دوزخ از وی هم امان خواهد به جان، دوزخ از وی هم امان خواهد به جان که خدایا دور دارم از فلان. به حرمت این دو مصرع شعری این شاعری که به ما و شما خبر دادند که در حدیث های پیغمبر خدا آمده است که وقتی که بنده مؤمن پناه از دوزخ طلب میکند، دوزخ هم از همان بنده پناه طلب میکند. به حرمت این حدیث پیغمبر خدا اولا ما و شما دعا میکنیم که خدایا ما نیز بندگان تو هستیم و طاقت عذاب تو را نداریم. خدایا از این مکان، از این منزلی پر عذاب این بندگان تا خدایا نگه بدار. خدایا ما را از وارد شدن و از افتیدن در چاه دوزخ خدایا نجات بده. خدایا ما را هیچگاه به راه دوزخ و به راه دوزخیان رهسپار مگردان. و بعداً خدایا باز مکان داری که پر از فتنه هست، پر از عذاب است، این قبر هست. یکی از دوستهای تو عثمان غنی از این قبر می ترسید و ریش مبارک از آب دیده تر می شد. خدایا ما نیز از قبر تو می ترسیم. فتنه هایی که در قبر هست، عذاب هایی که در قبر هست،
خدایا از بالای ما بندگانت برداشته بگردان. خدایا با مجرد که ما را داخل قبر میگردانی، قبرهای ما را باغ از باغهای جنت ده مبدل بگردان و از نعمتهای جنتت خدایا برخوردار ما بگردان. و خدایا ساعتی که گفتی آتیت لا ریب فیها، قیامت آمدنی است، در آمدن قیامت هیچ شک و شبهه نیست. ابوبکر صدیق گفتند پروردگارا مرا با برگ از برگهای درخت می آفریدی، ابوبکر نمی کردی، زیرا من از قیامت تو می ترسم. خدایا آن روزی پروحشت را هم برای ما آسان بگردان. نامه های اعمال ما را خدایا در روز قیامت به دست راست ما نصیب بگردان. خدا رحمت و مغفرت کند. علی رضی الله عنه را گفته بودند بهترین روز همان روزی که توبه بنده به سوی خدا قبول بگردد. خدایا امروز را برای ما بهترین روز بگردان. توبه های ما را خدایا به درگاهت مقبول بگردان و از رحمت و از مغفرت این ماه مبارک خدایا این جمعیت ما را برخوردار بگردان. گذشتگان ما خدایا رحمت و مغفرت بگردان. فرزندهایی که در سفر داریم سفرهای بابرار و بی خطر نصیب شان بگردان. آرامی را خدایا در روی دنیا علی الخصوص در این جمهوری ما برقرار و بردوام نگه بدار. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک برحمتک یا ارحم الراحمین. جمعه گذشته از فضیلت ماه مبارک رمضان ما و شما برخوردار شدیم. الحمدلله که این ماه دو جمعه که از ما و شما سپری شد، به این ماه کمی ما و شما شاید آشنایی پیدا کرده باشیم و اگرچه این جمعه های ماه رمضان اگر در حق ماه رمضان صحبتم کنیم ارزنده است و تا حال کم است. از این خاطر امروزه موضوعی که داریم یک بخشش بحر همین ماه مبارک رمضان است و بخش دیگرش یک چند سوال هایی که نزد ماست جواب میگردانیم و با طلب بسیاری برادرها که در موضوع قیامت صحبت کنیم. انشاءالله جمعه آینده اولا در باب اشراط قیامت، یعنی نشانه های قیامت، پیش از آنه که قیامت بالای ما و شما بیاید به خود نشانه های دارد که نشانه هاش بر شما صحبت میکنیم اگر زنده و سلامت باشیم. بعدا انشاءالله از دنبال وی در باب قیامت با شما صحبت میکنیم. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. پیغمبر خدا فرمودند کدام از امتان من اگر ماه مبارک رمضان را از روی ایمانداری روزه بگیرند و از روی صدق و از برای خدا اگر روزه بگیرند غفر له ما تقدم من ذنبه. پیغمبر خدا گفتند مغفرت کرده می شود تمام گناهایی که از این بنده گذشته بود. هر یک گناهی که از ما و شما گذشته بود خداوند اگر روزه ما و شما از برای خدا باشد، از ترس خدا باشد، از بحر خدا باشد و در داخلش هیچ جنایت و هیچ ویران کردن قانونی رمضان اگر موجود نباشد، خداوند گناههای ما و شما را مغفرت می‌گرداند. خوش به حال همه ما و شما که این ماه مبارک از ما و شما سپری می شود، روزهای او گذشته ایستاده است. ما و شما به تمام آن قانونهایی که هست با قدر قوت انجام داده ایستاده ایم. جمعه پیشین حدیث برای شما بیان کردیم که یک پارچه این حدیث
این گونه آمده بود من کان من اهل الصیام، پیغمبر خدا گفت کسی که اگر روزدار باشد دعی من باب الریان، فردا روز قیامت تمام دروازه های جنت وقتی که مشتاقان خود و آدمان خود فریاد میزنند، روزدارها را یک دری هست در روز قیامت که نام او ریان است. این دروازه ریان فریاد میزده است کجاست روزدارها که داخل من شوند. سهل ابن سعد میگوید از رسول اکرم شنیدم که میگفتند ان فی الجنة بابا یقال له الریان. پیغمبر خدا خبر داده بودند که در جنت یک دروازه هست که نام او ریان است. یدخل منه الصائمون، در این دروازه که نامش ریان است رسول اکرم گفتند روزدارها داخل می شوند. ولا یدخل منه احد غیرهم، پیغمبر خدا گفت هیچ کس به غیر روزدار در این دروازه حق ندارد که داخل شود. این دروازه مخصوص روزدار هاست. یقال این الصائمون، گفته می شد است در روز قیامت کجاست روزدارها، فریاد می شد است، ندای به گوش ما و شما می آمده است. فیقومون، ما و شما وقتی ندا را می شنیده ایم همه از جای خود می خیسته ایم. آدم هایی که در دنیا روزه داشتند می خیسته ایم، می گفته ایم ما از جمله روزدارها هستیم. یدخل منه الصائمون، داخل می شود گفت پیغمبر خدا بعد این که ما و شما از جای خود می خیزیم ما و شما وارد این دروازه می شده ایم. فاذا دخلوا، پیغمبر خدا گفتند وقت دروازه ریان کشاده می شود روزدارها که دنبی به دنب دنبال به دنبال داخل می شوند اغلق، روزدار که تمام شد دروازه پوشیده می شود. فلم یدخل احد غیره، پیغمبر خدا گفت هیچ کس غیر روزدار حق ندارد که در این دروازه ریان داخل شود. خوش به حال روزدارها، زیرا که این ریان از روی این حدیث مفهومش این معنا را میدهد که داخل این قصرهاش و ناز و نعمتهاش از دیگر دروازه های جنت فرق کننده است. داخل این راحتش دیگرتر است که ما و شما را خداوند وارد این دروازه ریان میگردانیده است. کعب ابن عرجه میگوید روز در مسجد نشسته بودیم، بناگاه این آفتاب تابان رسول اکرم داخل مسجد شد. وقتی به مسجد داخل شد ما که یک طایفه صحابه ها نشسته بودیم، رسول اکرم امر کرد احضروا المنبر، همه نزد منبر ده حاضر شویم. رسول اکرم منبر داشتند، بالای منبر برآمدند. فحضرنا منبر، کعب میگوید با همراهی آن کسانی که اطراف من نشسته بودند در اطراف منبر پیغمبر خدا نشستیم. فلما رقیت درجة، فلما ارتقى درجة قال آمین، فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمین، فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمین. کعب میگوید وقتی پیغمبر خدا که 3 زینه داشت در منبرش، بالای یکم قدم گذاشت گفت آمین، بالای دوم زینه قدم گذاشتن گفتن آمین، بالای 3م قدم گذاشتن و نشستن گفتن آمین. فلما نزل، وقتی رسول اکرم میگه خطبه را خواندن پایان شدن از خطبه، قلنا یا رسول الله، همه کسا گفتیم پیغمبر خدا سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه، پیغمبر خدا امروز این واقعه را که در بالای منبر از شما ما مشاهده کردیم
و از زبان شما 3 بار کلمه آمین صادر شد، باری هم ما نشنیده بودیم. چی بود؟ برای چی دعا کردی؟ قال رسول الله صلی الله علیه و سلم عرض لی جبرائیل. ای اصحاب من گفت وقتی من قدم اولی خود بالای منبر گذاشتم، این زمان جبرائیل امین از آسمان پایان شده بود و یا من میدیدم، مشاهده میکردم و به سوی من گفت بعود من ادرک رمضان فلم یغفر له قلت آمین. حضرت میگد به سوی من گفت هلاک شود آن بنده ای که ماه مبارک رمضان بیابد و بزم این مغفرت گناه نشود. من گفتم آمین. هلاک شود. و در دیگر روایت می آید که حضرت جبرائیل مرا مجبور کردند که قل آمین، قلت آمین. وقتی من گفتم، میگه جبرائیل گفت هلاک شود آن بنده ای که در ماه رمضان مغفرت گناه نمی شود. من خاموش بودم. جبرائیل بر من امر کرد بگو آمین. من گفتم آمین. دویم زینه قلم گذاشتم بعود من ذکرت عنده فلم یصلی علیک قلت آمین. دویم زینه وقتی من قدم گذاشتم به سوی من گشت و گفت هلاک شود آن بنده ای که وقتی نام پاک تو محمد در نزد اونها ذکر می شود و اونها بر تو صلوات نمی فرستند. هلاک شود. من گفتم آمین. در سوم قدم مبارکی که من گذاشتم، جبرائیل بر من عرض کرد بعود من ادرک ابویه الکبر عنده احدهما فلم یدخلاه الجنه. سوم قدم صدای جبرائیل این بود که هلاک شود آن بنده ای که پدر یا مادر یا یکی از این دو را در حال حیات می‌یابد و بزم این داخل جنت نمی‌گردد. هلاک شود این 3 طایفه. ما و شما میگذاریم در مذاکره این 3 چیزی که 2 دعای خیلی بزرگ، دعای جبرائیل، دعای رسول اکرم در حق این 3 طایفه بی‌نصیب دعای خیلی بد کردند. هلاک شود جبرائیل گفتند. این ملائکه مقرب درگاه دعا کردند هلاک شود. بهترین مخلوق خدا محمد آمین گفتند. این کار عادی نیست. این دعای عادی نیست. یکم کسی که ماه رمضان بالای او می آید، زنده هست، سلامت است و مغفرت گناه نمی شود. برادرای عزتمند، چندین جمعه من برای شما خبر می دادم از جنایت کردن در ماه رمضان اجتناب کنید. ماه رمضان خیلی ماه نازکی هست. اگرچه داخلش همه رحمت خدا باشد، همه مغفرت خدا باشد، لیکن با خود بعض نازکی های دارد که برای شما خبر دادیم. برادرها، از خیانت کردن، از دروغ گفتن، از تهمت کردن، از حق یک برادر تله و تاراج کردن، از اینها، از حسد، از کینه دور باشید. به سبب اینها شما مغفرت گناه می‌گردید. و الا اگر شما روزه داشته باشین و بازم این چشمهای شما به سوی زنهای نامحرم روانه باشد، هوس شما به سوی زنهای فاحشه کشاده باشد و شما خود در این ماه مبارک هیچ پروایی نداشته باشین، این صورت در خداوند حاجت ندارد. گفت پیغمبر خدا که تو طعام میخوری یا شراب مینوشی، این اختیار به توست. اختیار داری، خواه روزت میخوری خواه روزت نمیخوری، دیگر حاجت نزد من هیچ حاجتی ندارم. دوم، فکر میکنم در باب رمضان صحبت من در همینجا به پایان میرسد.
و کار کنین که باز تأکید آخرانم همین است، کار کنین که بندگی خدا را با پررگی بجا بیارین. ماه رفت، دهه رحمت رفت، دهه مغفرتم در عرفه انجامیابی است. یک جمعه یا دو جمعه دیگر میخوانیم به همین خاتمه مییابد، پشیمان میشویم، دیگر فایده ندارد. خاندان کار کنین همه با روزه باشد. حتی رسول اکرم میگوید من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض. اگر کدام انسانی که یک روز همین ماه مبارک رمضان قصداً میخورد، اگر تمام سال تا آخر حیات روزه بدارد، ثواب این یک روزه را دریافت نمیکند. اگرچه کفارت یک روزی به قصد خوردن 61 روزم که باشد، شما اگر تا آخر حیاتتان 20 سالم که باقی باشد روزه بدارین، اگرچه از گردن شما ساقط می شود، لکن ثواب یک روزه را شما دریافت نمی کنید. این دیگر از ثوابش. دویم حضرت دعایی که کردن در نزد کدام آدمی که نام من ذکر کرده شود و بر من صلوات نفرستد هلاک شود. امروزا شاید در حلقه های ما و شما نام محمد ذکر شود، با مجرد که نام محمد را میشنوید در حال صلی الله علیه و سلم بگویید، یا صلی الله علیک یا رسول الله بگویید، یا اگر با زبان همین تاجیکی عادی خود ما و شما درود و رحمت بر تو ای محمد، بس حق فرضی و واجبیش به جا می آید. رسول اکرم میگوید البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علیه. آیا من آدم بخیل را برای شما معاینه کنم، برای شما روشن کنم؟ کی هست بخیل در بین شما؟ کسی که نام من در نزد وی ذکر شود و بر روح پاک من صلوات نفرستد. این کس بخیل ترین شما در بین شما هستند. یا اول الناس بیوم القیامت اکثرهم علی الصلاة. پیغمبر گفتند از همه بزرگترین شما در روز قیامت، روشنترین چهره در روز قیامت کسی هست که در دنیا صلوات زیاد بر من میفرستد. اما برای ما و شما چی مشکل است؟ صلی الله علیه و سلم گفتند یا درود و رحمت بر روح پاک تو ای محمد که از زمان تو آمدی ما از جهالت خالی شدیم. خدا در قرآن شما را مدح میکند که از روزی که رسول اکرم آمدند شما از جهالت خالی شدین. راهی که شما انتخاب کرده بودین ای پیروای زردوشت، ای پیروای دین اوستا، ای پیروای دین یهود، از روزی که این حضرت آمد شما از این راه پلید خلاص شدین و شما عاقبت وارد جنت میگردین. همه این طفیل کیست؟ طفیل محمد صلی الله علیه و سلم است. ما و شما در حق رسول اکرم باید دائم صلوات گوینده باشیم. و شکر نعمتی سلطان دین کوش، رهی بتخانه را کردی فراموش. شما دائم این نعمت است محمد بالای ما و شما. تا محمد آمدن ما و شما بتخانه را داخل می شدیم، هیکلا برای ما و شما خدا بودند. و شکر نعمتی سلطان دین کوش، رهی بتخانه را کردی فراموش. چی جانها کند تا تو یافتی را، صنم بگذاشتی بگزیدی الله. ای حضرت چی جانها کند که ما و شما اون هیکل یک طرف گذاشتیم و راه مسجد و یگانگی خدا را برای خود انتخاب کردیم. این حضرت چی جانها کندند، چی عذابها کشیدند. از این خاطر کدام انسانی که یک بار صلوات بر روح پاک رسول اکرم میفرستد، رسول الله گفتند که صلی الله علیه 10 بار خداوند بر او رحمت میفرستد. و حط عنه 10 خطیئه، 10 خطاییت خداوند با یک صلواتی تو محو میکند، نابود میگرداند.
سیوم چیزی که رسول اکرم آمین گفتند هلاک شدن او را این چی بود؟ این بود که کدام شخصی که در حال حیاتش پدر و مادر را می‌یابد یا یکی از این را می‌یابد و باز وارد جنت نمی‌شود هلاک شود. من برای شما 2 جمعه پی در پی در باب احترام پدر و مادر صحبت ها داشتم. فکر میکنم که انشاءالله همون صحبت ها برای آدم با عقل و با فهم کفایت کننده است و کسانی که نشنیده باشند با یک سخن عادی برای شما میفهمانم که احترام پدر و مادر این معنای او را دارد که شما عاقبت داخل جنت میشوید، از تمام عذاب خدا نجات میابین به سبب احترام پدر و مادرتان. با پدر و مادر معامله خوب کنین، پدر و مادرتان احترام کنین. پدر و مادرتان که نزد شما وارد شد با صدای لبیک گویا او را قبول بسازید. حتی رسول اکرم میگوید صدای مادر یا پدر بلند شد باید در نماز نافله باشین، نماز قطع کنین، لبیک گفته از جای خود خیزین که این عبادت خداست. عبادت قطع کنین، صدای مادر را لبیک بگویید. اگر شما عالم تمام دنیا شوین، اگر شما از خیر و از زکات از نماز هیچ کمبودی نداشته باشین لکن پدر و مادر از شما خفه باشد، اینا هم محبته می شوند، در نزد خدا قدر قیمت پیدا نمی کنند که برای شما خبر داده بودم. این بود یک موضوع ماه مبارک رمضان که الحمدلله با قدر دانش ناکافی خود و یک مسئولیتی که در گردن داشتم به سمع شما رسانیدم، اون جانبش حواله به سوی شماست. چگونه ای که فهمیده باشین و چگونه ای که شما قبول بفرمایید. الحال سوال های خیلی زیاده که در پیش من هست، انشاءالله جواب اینها را به شما میگردانم. السلام علیکم داملای محترم، از شما خواهش دارم که درباره عده زنها ترکه و بعد 4 زن باز نکاح ممکن نیست گپ زنید، زیرا مردم این فرضهای خدا را سهل میشمارند. یعنی برادرای عزیز، این موضوع خیلی موضوع مهم است. موضوع عده خیلی موضوع مهمی هست. عده گفته مهلت میگن. زنهایی را که اگر ما و شما طلاق میدهیم، اگر زنی جوان باشد که حیض میدیدگی باشد، یعنی خون میدیدگی باشد، وای تا اگر 3 حیض نبیند، نکاح کردن او و او را با یک مرد دیگر بزنی قبول کردنش تماما جایز نیست. کسی که اگر در مدت همون حیض، یعنی بعد طلاق کردن مرد، اگر از همین روز مرد طلاقش کرد، 3 حیض اون زن نگاه میکند. از همین 3 حیض که پاک شد میتواند که چکار کند؟ میتواند که کلام خواستگاری که به سر او بیاید نکاح کرده و زندگی کند. و الا در همین مدت عده، اگر در همین مدت 3 حیض ناگذشته 1 روز است، نیم روز است یا 1 ماه گذشت، اگر نکاح کرده گرفت، خانه وی حرام است، فرزندای او همه ولد زنا هستند. اینا در شما اهمیت بتین. در تمام خانه ما و شما این واقعه ها رخ میدهد. باید که کار کنین. دختری که حیض میبیند 3 حیض بعد میتواند شوهر کند. اگر مردی که از دنیا میگذرد، زنی وی کی میتواند شوهر کند؟ بعد 4 ماه و 10 روز. 4 ماه و 10 روز که گذشت، عده مردی که زنی که شوهرش مرده باشد 4 ماه و 10 روز است. خب عده زنهایی که پیرانسال هستند، یعنی تماما اونها عده یعنی حیض نمیبینند. از 50 بالا که شد زن، در کتاب ها میگه دیگر حیض نمیبینند، خون نمیبینند. اینها را وقت شوهرهاشون طلاق داد یا اینکه اینها خواستن که اگر شوهر کنند 3 ماه نگاه میکنن شوهر میکنند. اگر در همین مدت هایی که برای شما معین کردم و عیان کردم، اگر پیش از این کدامش نکاح میکند، وای خانهش حرام است، فرزندی که تولد میکند وای ولد زنا به حساب میرود. اینا شما
گوش اندازین. دویم ترکه اصلا فرض است. ما و شما هیچ به این عمل نمی کنیم. همان روزی که مرد است یا زن است هر دو ترکه می شوند. زن هم ترکه دارد، مرد هم ترکه دارد. این فرض است. همان روز جنازه باید که ترکه کرده شود. ما مردم یک هفته میگذرونیم، بعدا داملا میکویم که ترکه